سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این اولین ویدیویی که داخل چنل یوتیوبم دارم میذارم. همینطور که شما میبینید این یه دونه کیس بسیار قدیمیه که از همون اوایلش یه ویندوز ایکس بود، بعدش دیگه انداختیمش کنار. دیگه الان میبینی پر قطعه است و یه دونه دیگه هم کیس داریم ما اینجا که این قطعاتش اسمبل شده است، ولی فکر کنم سی پی یو سوخته. راستی من اسمم جاویده و از این بعد میخوام واسهتون تولید محتوا کنم و قراره که کارت گرافیک RX 588 گیگابایت رو بندازم روی کیس اصلی خودم که اون رو آموزشش هم براتون داخل یوتیوب میذارم. خب اول از همه من شروع میکنم به بازسازی اون کیس، چون اون کیس سی پی یوش خراب شده و باید ببینیم LG چنده، چون LG خازنه سی پی یو مهمن. ولی فعلا یا با این قطعات این کیسی که داریم آشنا بشیم. دوستان این یه دونه پاور 300 و نه دیگه 230 واته از برند پنتینیوم 4. خود سی پی یو پنتینیوم اینو زده، واسه سی پی یو خودش اختصاصی واسه اون زده بود با همکاری گیرین. بهتون بگم این یه دونه از این چیزای وای فای، دانگل وای فاست و همراه اینم یه دونه فکر کنم از این چیزایی که کارت بازی اون موقع میخورد بازی میکردن، یه دونه اوناست. اینم یه دونه هاردیه که داخلش ویندوز ایکس پی نصبه، ولی من نمیدونستم بعد نصبش کنم داخل اون که بخوایم ویندوز ایکس پی داشته باشیم. اینم بره حالا فعلا کنار. یه دونه هم سی پی یو LG یا از این خازنای تیزداره، وایسو درش بیارم. داخل همینم پنتینیوم 4، داخل همونم پنتینیوم 4، فقط یکم LG هاشون تفاوت داره که این سی پی یو هم فکر کنم یه دونه مشکلی داره که مشکل این فکر کنم چیز بود که اینم فکر کنم سی پی یوش سوخته. ولی خب به هر حال من میخوام برای اینا یه سی پی یو پایین رده بگیرم، کاربرد داره. خب دوستان این سی پی یو انداختیم کنار. این سی پی یو خود پنتینیوم 4 هستش که بازش میکنیم، آروم باید درش بیاریم. خب این سی پی یو پنتینیوم 4 هستش همینطور که شما دارید مشاهده میکنید و تنها ایرادی که داره یه دونه از فکر کنم بله دیگه اینجاست. نگاه کنین، اگه دوربین من نگاه کنین، اون دوتا سوکتش خب خراب شده که این باعث میشه که دیگه سی پی یو کار نکنه. ویدیو کاملش داخل یوتیوب هست، لینکشو میذارم نگاه کنید. با تشکر.